سلام، خوش اومدید به چنل ای فوتبال شو. بریم برای اولین ویدیوی اخبار. فردا پنجشنبه میشه آخرین هفته این کمپین ملیمون که به ما 400 تا کوین داد، 5 تا تیکت انتخابی داد و 28 تا شانس رایگان از شوتایم های نشنال استار که به علاوه اون 28 تا اگر شما 22 تا از این شانس رایگان رو بزنید و هیچ کدوم از شوتایما رو نگیرید، یه شانس رایگان میده که بین این هفته شما بهتون یکی رو رندوم میده، نمیتونید انتخاب کنید. خیلی بچه اول این کمپین حتی خودم هم این اشتباه رو کرده بودم، فکر می‌کردم میتونید شما بشید به رندوم، یعنی یکی دلخواه میتونید انتخاب کنید، ولی این یه شانس رایگانه و یکی از اینا رو به شما به صورت رندوم میده. احتمال به شما اونی که میخوای بده یا اونی که اصلا نمیخوای بده، یا حتی احتمال داره شما مثلا وقتی 22 تا شانس رایگان زدید هیچی رو بهتون نده، ولی مثلا تو اون 6 تایی که مونده بده که رو بندازه مثلا مدارکه و بعد شما با اون رندوم مدارکه رو بگیری. کسایی بودن که اتفاق برشون افتاده در کمپین قبلی که توش رونالدینیو بود و جرارد بود و تو قطعی نتا بود و همینه دیگه. کمپین واقعا خوبی بود و میتونست از این کمپین بدتر باشه، ولی واقعا کمپین خوبی بود و میتونیم بگیم که کمپین بعدی چیه و هفته آخر چه قراره اتفاقی بیفته. هفته آخر همه پیش بینی میکنن که قراره 2010 که جام جهانی برندش اسپانیا بود بیاد، که آندرس اینیستا همه میگن که بیگ تایم باشه، داوید ویا و کاسیاس که پک خوبیه ولی یکم پک ریسکیه، چون کاسیاس کارتاش زیاد خوب نیست برخلاف واقعیتش و به خاطر قد کوچیکش تو بازی زیاد دروازه‌بان مناسبی برای همه نیست. داوید ویام که کارت رایگانش هست ولی این کارت بسکلته و واقعا کارت خوبیه. تنها بازیکن به نظر من که تو این پک خوبه اینیستا، اگر همین جوری که هست بیاد و ارزش کوین فقط برای اینیستا داره و ارزش نداره مثلا دادن. و پکی که ای فوتبال هاب پیش بینی کرده اوزیل، مولر، رونالدو و برونو، که این پک اصلا خیلی فضاییه و عمرن این پک بیاد با مثلا با یه مربی، ولی حالا من گفتم قرار بدم. البته بعد اینجا اوزیلم با صورت ورد کلاس بیگ تایم باشه و این کانسپتی بود که ای فوتبال هاب داد، من گفتم بدم شاید برای بعضی جذاب باشه و درصدش خیلی کمه ولی یه دفعه شب بیاد، ولی فکر نکنم. ولی مولر و اوزیل ما قطعا قرار داشته باشین در آینده ها. و کانسپت دیگه از پک بیگ تایم ها و اپیک های 2010 که توش سرخو راموس رو داریم و اینیستا و داوید ویا، این به نظر پک بهتری و ارزش کوین بیشتری داره. همه برای این راموس میزنن و واقعا این پک بهتری از اون جایی که کاسیاس باشه. خب کمپین آخر و کمپین پایان کننده 2026 که همه متفق قول میگن که کمپین 31 سالگی فوتباله، که ما قراره یه لایو داشته باشیم تو بانکوک و تو تایلند در از که قراره در مورد اطلاعات 2027 فوتبال 27 و کمپین فکر کنم همین 31 سالگی توضیحاتی داشته باشیم بچه. ما این پنجشنبه که گفتم آخرین هفته کمپین ملیه و ما پنجشنبه بعد، این پنجشنبه فردا نه، پنجشنبه بعد میریم تو کمپین 31 سالگی و احتمالاً چون لایو یکم زمانش از پنجشنبه این هفته فردا نه هفته بعد یه هفته بیشتره، ما یه کمپین یک هفته داریم که مثلا میتونیم شانس رایگان رو جمع کنیم، یک هفته‌ای که میتونیم شانس رایگان رو جمع کنیم و به استقبال کمپین 31 سالگی بریم. احتمال داره همین فردا کمپین رو بیاره، چون فکر کنم این یک شنبه دوشنبه دقیق نمیدونم به سالگرد 30 سالگی مطمئن نیستم و احتمال داره که ما فردا این کمپین داشته باشیم. خب اگر گفته باشم بهتون که احتمال داره ما یک کمپین یه هفته‌ای داشته باشیم به استقبال 30 سالگی، که سال پیش همچین کمپینی داشتیم بچه، 20 تا شانس رایگان میتونستیم جمع کنیم برای پک بیگ تایم و بیگ تایم های رونالدینیو و رایکارد و بیکام که بیشتر بودن، مثلا ماکلله بود و جرارد لمپارد و خیلی ها بودن که ما در استقبال رفتیم. حالا پک رونالدی روبرتو باجیو، آدریانو و پیکن بودن که
یه شانس رایگان داشت و 4 تا شانس رایگان هم از اون پکا داشتن که پکایی که دوشنبه پنجشنبه میاد و کمپین استقبال بود که ما بریم به سراغ کمپین 30 سالگی بود اون موقع دیگه و واقعا دوران طلایی بود. این یکی از بهترین کمپینا بود. آدریانه واقعا شوت دار، یعنی هر چی شوت بزنه با این آدریانه گل. حالا آدریانه بهترم اومده ولی خب و پیکه‌ای که تازه برای اولین بار رونمایی شده بود. بچه‌ها تو کمپین 30 سالگی که سال پیش لایو بود اومدن کارتای ورلد کلاس رو معرفی کردن، یعنی بازیکنه که تا حالا توی فوتبال نبودن و قراره بیان که توشون پله و پوشکاش بود و ما یه کمپین در همون کمپین اومدن ویرونی رو به ما رایگان دادن و یه سری از بازیکنان هم که حالا بیل و کاکا و کاسیاس و پیکم بودن که به خاطر 30 سالگی رایگان دادن بهمون و ما قراره تو این کمپین 31 سالگی تریشیلینگ داشته باشیم و میتونه بازیکن بهتره بده. این هم کمپین 30 سالگی بود که 10 تا شانس رایگان بازم برای بیگ تایم، یعنی کلا در 30 شانس رایگان و یک انتخاب سلکشن انتخابی برای همون کاکا و پیکه و وین رونینا بود که واقعا کمپین خوبی بود. یه یامال و مسی هم بهمون میداد. خب بریم سراغ اصل مطلب و مهمترین چیز برای اکثر ما که لایو وانکوک در تایلنده که حدود دقیقا 4 مرداد ما قراره این لایو رو داشته باشیم. ساعتش هنوز مشخص نشده. تنها چیزی که ما در این لایو میدونیم الان اینه که یه وینرونی رایگان به اون کسایی که حضور دارن، یک اپیک تایلندی و یک گنجینه مخصوص تریشیلینگ به اون کسایی که حضور دارن میده. بچه یه لینک ثبت نامی بود، مثلا یه فکر کنم یه 2 هفته پیش دیگه ملغا شد که میگفت ثبت نام کنید، ریجستر کنید که میخواید، فکر کنم این بود که میخواید حضور پیدا کنید در اون مراسم و اونایی که ریجستر کردن شاید مثلا یه چیزی بگیرن، یعنی مثلا یک شفاف بینونی بهشون بده یا شاید فقط تریشل لینک خاص بهشون بده، معلوم نیست. و اطلاعات 2027 که قراره کارتا چجوری باشه، قراره اصلا روند در 2027 چجوری باشه رو در اون لایو میگن. ممنون که تا اینجای ویدیو و آخر ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.